درود و عشق. امیدوارم که حالتون عالی باشه، لحظه هاتون پر از عشق و نور الهی باشه. بهار عظیمی هستم، مدرس اژدهایان از مدرسه نور سفید دایانا کوپر. امروز میخوام که 1 دسامبر هستش، خبرنامه ماه دسامبر رو با شما عزیزان به اشتراک بذارم. این خبرنامه ترجمه ویدیوی خانم دایانا کوپر هستش که خبرهای بسیار فوق‌العاده‌ای در راهه که میدونم با شنیدنش خوشحال میشین. حتما ما رو فالو کنین، سابسکرایب کنین و برای دوستانتون بفرستین تا سطح آگاهی و انرژی در سطح زمین بالا بره. دایانا کوپر در ابتدا یه تشکر بزرگ از همه کسانی که برای سگ از دست دادش ونوس که کارت و پیام و گل فرستاده بودن سپاسگزاری میکنه و میگه که جریان عشق شما واقعا من و سگم رو که شوگر هستش سر پا نگه داشته. از وقتی که ونوس مرد فهمیدم که اون یک روح کیهانی و بسیار متعالی داشت. مدت کوتاهی پس از اینکه اون زمین رو ترک کرد، یه روز صبح زود که در تخت خواب دراز کشیده بودم، نوری عظیم و مه‌آلود و سفید وارد اتاقم شد. اون ونوس کیهانی بود، همراه با فرشته شامیوئل، فرشته عشق. اون نور درست بر روی من و سگم شوگر پایین اومد و تمام اندوه‌ها، غم‌ها، احساسات فقدان و هر ریسمانی رو بیرون کشید و اون رو از ما پاکسازی کرد و این واقعا یک هدیه شگفت‌انگیز برای ما بود. از اون زمان تا کنون گهگاه اون نور عظیم سفید رو در بیرون میبینم. میدونم که اون سرگرم فعالسازی دوباره تمام ارتباطات کیهانیش در سراسر جهانها بوده. من واقعا فکر میکردم ونوس بدون هیچ ردی توی کیهان ناپدید شده، اما هفته گذشته توی حموم بودم که یکی از چراغ‌ها 3 بار چشمک زد و سپس توقفی کوتاه، دوباره 3 چشمک، بعد دوباره توقف و دوباره 3 چشمک که پرسیدم ازش ونوس تو هستی؟ و ونوس و پس با قاطعیت گفتم اگه تویی لطفاً 2 بار چشمک بزن، که چراغ 2 بار چشمک زد و پاسخ دادم دوستت دارم ونوس و پاسخ 3 چشمک بود که فهمیدم یعنی من هم تو رو دوست دارم. بنابراین گفتم برای همه کارهایی که برای من انجام دادی و برای اینکه به شوگر کمک کردی نقش تو رو به عهده بگیره ازت سپاسگزارم. و این بار 3 چشمک دوباره اومد، کمی آهسته تر، انگار انرژی رو به کم شدن بود. به سرعت پرسیدم ونوس خوشحالی؟ یه چشمک زد و بعد دیگه رفت. دایانا کوپر میگه اخیراً با دوستانم داخل یه تیپی بودیم برای برگزاری یک آیین آتش به افتخار مادر یکی از اونهایی که درگذشته بود. وقتی انرژی رو رها کردیم، یه گوزن نر درست کنار ما ایستاده بود و حدود 3 دقیقه پارس مانند میکرد، صدا میکرد. هرگز چنین چیزی نشنیده بودم و کاملا روشن بود که داره خداحافظی میکنه. چند روز بعد در میان گروهی از درختان بودم که یه دروازه به سمت پلیدیسه و من همیشه اغلب مواقع مرلین رو هم اونجا ملاقات میکنم. دوستم و من در حال انجام یه مراسم برای رها کردن مشکلی بودیم که دوستم اون مشکل رو داشت. در هر مکث یه کلاغ صدا میزد یا غارغار میکرد و میگه که حیوانات ما موجوداتی واقعا شگفت‌انگیز هستن. دقیقاً همینطوریه، حیوانات واقعا موجودات شگفت‌انگیزی هستن که رسالت خیلی بزرگی رو با خودشون به زمین آوردن، با اینکه ما خیلی کوچیک میبینیم اونها رو، ولی هر کدوم یه وظایف خاصی دارن. خود من یه تجربه‌ای که داشتم این بود که یکی که جلسه داشتم، پدرش رو تازه از دست داده بود و پدرش و این خیلی غمگین بود چون نتونسته بود به مراسم خاکسپاری پدرش در ایران بره، چون که خارج از ایران زندگی میکرد و حس غمی به خاطر این داشت و میگفت هر موقع که به پدرم داشتم فکر میکردم یه سنجاقک آبی رنگ یا
توی عکسش رو میدیدم یا توی باغچه میدیدم یا کنار پنجره و این خیلی برای من الان جالب اومد که دقیقا همین سنجاقک یه جورایی داشت پیامی رو از روح پدر اون شخص براش میفرستاد و اینکه چه اتفاقاتی در جهان در حال رخ دادنه. این قسمتش خیلی جالبه. در این سال تغییرات بسیاری در شبکه‌های انرژی زمین رخ داده و کدهای نوری از طریق دروازه‌های مختلف سرازیر شدن تا این دگرگونی‌های شبکه رو فعال کنن. این خیلی برای من هم واضحه که وقتی توی مدیتیشن ها از دراگون ها درخواست میکنم خطوط لی رو پاکسازی کنن، میبینم که خطوط لی بخش بیشترش پاکسازی شده و به رنگ طلایی در حال درخششه و این همون شبکه های خطوط لی همون شبکه های انرژی زمین هستن که سراسر سیاره کشیده شدن. دروازه بعدی که قراره مورد توجه قرار بگیره دروازه کیهانی چینه. این دروازه در کوههای چین قرار داره که چاکرای ریشه زمین محسوب میشه و با ساترن که حالا زحل هم بهش گفته میشه در ارتباطه. کدهای نوری این ناحیه از چین در سراسر زمین پخش خواهند شد. کدهای ساترن اساساً شامل نظم و شادی هستند. دو کیفیتی که برای صعود افراد ضروریه. یعنی یکی این که ما باید نظم و انضباط توی زندگیمون داشته باشیم و دومین چیز اینه که شاد باشیم، خوشحال باشیم و امید به زندگی داشته باشیم. این کدهای نوری آروم آروم شروع به جریان یافتن کردن و طی 8 روز کریسمس از طریق این دروازه سرازیر خواهند شد. این جریان افزوده‌ای خواهد بود بر نور مسیحی که در زمان کریسمس فرو میریزه و امسال گسترش بیشتری خواهد یافت. جزئیات بیشتر رو در ادامه توضیح میده. ورود کدهای نوری به چین تا پایان سال 2025 کامل خواهد شد و این انرژی به فرشته جوفیل، فرشته خرد که بر چین نور میتابونه، امکان میده هر افرادی رو لمس کنه که پیش از این نمیتونستن به اونها دسترسی داشته باشن. این امر سطح آگاهی روشن شدگی رو در سراسر چین بالا خواهد برد و اثر زنجیره اون در سراسر جهان گسترش خواهد یافت و این واقعا یه خبر خیلی خوبیه که ما اون انرژی عشق رو با تمام وجودمون لمس خواهیم کرد و میگه که برای همه شما کریسمسی سرشار از عشق، شادی و آرامش رو آرزو میکنم. و درباره ماه کامل میگه که این یک ابر ماه دیگه است. ما یه سوپر فول دیگه داریم که تقریبا 4 روز دیگه اتفاق خواهد افتاد. سومین و آخرین ابر فول مون در یه چرخه برای امساله. این واقعا پایان یه مرحله است، زیرا ما به پایان سال 2025 نزدیک میشیم و که مجموع اعداد اون 9 هستش. عدد 9 نشانه پایان یه رونده و سال 2026 که جمعش میشه 10 آغاز یه روند جدیده. این ابرماه به ما کمک میکنه درس های این چرخه به خصوص چالش برانگیز و مهم رو یک پارچه کنیم. همونطور که بسیاری آگاه هستن، ما به شکلی بی سابقه مورد هجوم کدهای نوری از سوی جهان قرار گرفتیم و این موضوع برای بسیاری از افراد، به ویژه کسانی که حساس هستن، بسیار چالش برانگیز بوده. و درباره مرحله بعدی تکامل انسانی که خود کریستالی ما رو میگه امسال همچنین آخرین چرخه کامل 9 ساله پیش از آغاز عصر نو در سال 2032 هستش. کومکا که همون راهنمای معنوی داین کوپر هست، این تشبیه رو بهش میده که تصور کنین این آخرین سال کامل مدرسه پیش از ورود به دانشگاهه. یعنی ما وقتی مدرسه رو تموم میکنیم آماده میشیم که به دانشگاه بریم و سال آینده برای آمادگی امتحان هاست و همه چیز بر مرور و بازبینی تمرکز داره. دوره میان سالهای 2026 تا 2032 مربوط میشه به تکمیل کردن کارهای نیمه تمام. یعنی ما باید دیگه کارهایی که نیمه تمام مونده رو تمامش کنیم.
در همین زمان ما در حال آماده شدن برای دانشگاه هستیم. دانشگاهی که نماد مرحله بعدی تکامل بشریه. زمانی که ما دارای بدنها، قلبها، مغزها و چشمانی با فرکانس بالا خواهیم بود، چیزی که هرگز پیش از این امکان پذیر نبوده است. به همین دلیل استاد مرلین و لورد کومکا با هم از من خواستن که یه ماژول فشرده درباره ساختن و فعالسازی بدن نوری کریستالی، قلب، مغز و چشمهای کریستالی برای آینده طلایی ارائه بدم. و دقیقاً این قلب و مغز و چشم کریستالی رو من در ورکشاپی که یک هفته پیش، حالا 2 هفته پیش بود، در هامبورگ بود تجربه کردم که فوق‌العاده بود. ارتعاش بسیار بالایی داشت و اصلا توصیه میکنم که اگه فایلش رو بتونین توی دانشگاه، توی وبسایت داینا کوپر برای فروش گذاشتن، حتما تهیه کنین و تمریناتش رو انجام بدین. این قسمتش خیلی جالبه که میگه چگونه میتوان اکنون تمام کارماهایمان را پاک کرد، در حالی که رکوردهای آکاشیک دیگر در جای خودشون نیستن. کارما همان گونه که ما اون رو میشناختیم اوایل امسال پایان یافت، زمانی که هیئت کارما منحل شد و همه اعضای آن به نقش‌های جدیدی منصوب شدند. با این حال همه اعمال هنوز پیامد دارند. این پیامدها اکنون توسط روح یا موناد شما مدیریت میشه تا اطمینان حاصل بشه که شما آگاهی‌ها، درس‌ها و اثرات اعمال خودتون رو تجربه کنید و از اونها درس یاد بگیرید. این تغییر به این دلیل رخ داده که بشریت به سطح جدیدی از تکامل رسیده. فرکانس بالاتر زمین باعث شده چیزهای جدیدی که هرگز پیش از این تصور نمی شدن وارد میدان بشن. یکی از این موارد شیوه جدید مدیریت کارماست. اکنون شما باید وارد سوابق روح خودتون بشین یا در صورت مناسب بودن وارد سوابق مونادتون بشین. سوابق روح شما شامل جزئیات تجربه هایتان و نحوه مواجهه شما با اونهاست تا بتونید از این اطلاعات درس بگیرید. شما همچنین میتونید از موناد خودتون درخواست یک بخشایش الهی بکنید و این واقعا شگفت انگیزه که ما میتونیم از موناد خودمون درخواست بخشایش الهی بکنیم. اکنون میتونید وارد تالارهای آمنتی بعد 5 بشید تا به سوابق دستاوردهای معنوی روح خودتون دسترسی پیدا کنید. این با رکوردهای آکاشیک 3 بعدی یکسان نیست. این تالارها فرصتی به شما میدن تا نور خودتون رو افزایش بدید. و اما کارمای جهانی و کارمای کشورها. ما در زمین همکنون در حال بازگشت به خانه هستیم. به عبارت دیگر هدف ما یکی شدن دوباره با مونادمون در مسیر بازگشت به منبع. بنابراین هرچه بیشتر بتونیم انرژی هایی را که توسط قطعات روح ما نگه داشته شدن پاکسازی یا یکپارچه کنیم، میتونیم سریعتر به منبع الهی بازگردیم. پس چه اتفاقی برای کارمای جهانی و کارمای کشورها میفته؟ در اقدامی بزرگمنشانه و سرشار از فیض، منبع این جهان درصد قابل توجهی از کارمای جهانی رو بخشیده و این واقعا جای تبریک داره که منبع الهی درصد بیشتری از کارمای جهان رو بخشیده و این اقدام به پاس قدردانی از نوری هستش که بسیاری از ساکنان زمین همکنون در سطح معنوی بلند کردن. پس اگه در ایران زندگی میکنین، یک ایرانی هستین و یه لایت ورکر هستین، بدونین که نور شما یک نقش بسیار بسیار مهمی رو با هر انتخاب برای صلح، برای بخشیدن، برای عشق ورزیدن باعث میشه که کارماهای کشور و کارماهای زمین پاکسازی بشه. و میگه علاوه بر این 30% از کارمای کشورها توسط منبع در آن کشورهایی که کارکنان نور، همون لایت ورکرها، بر صلح، بخشش و یگانگی تمرکز داشتن بخشیده شده.
کارمای باقی مانده به روح‌های کسانی که اون رو ایجاد کردن اختصاص داده شده. اکنون میتونید وارد کتابخونه روح خودتون بشید تا کارمای شخصی و همچنین کارمای سلسله روحیتون رو پاک کنید. در اینجا همچنین میتونید به نوری که خانواده روحیتون بالا برده است دسترسی پیدا کنید. اون رو یک بارچه بکنید و بر اون اضافه کنید. وقتی که به سطح معینی برسید میتونید به کتابخانه موناد خودتون دسترسی پیدا کنید. موناد شما دارای 12 سطحه و شما در حال حاضر میتونید تا سطح 11 در اون صعود کنید. در این مرحله تحت فیض فرشته مقرب متاترون ممکنه بخشایش کارمایی به شما ارائه کنه و همه کسانی که در پاکسازی رکوردهای آکاشیک تجربه دارن میتونن دانش، مهارت و خرد خودشون رو در کمک به مردم برای پاکسازی و سوابق روحی و مونادیشون منتقل کنن. خب به پایان خبرنامه ماه دسامبر رسیدیم و این آخرین ماه سال 2025 هستش. امیدوارم که یک ماهی پر از شور و اشتیاق رو شروع کنیم و به پایان برسونیم. باشد که خیر و نور و عشق بی قید و شرط همه جهان رو در بر بگیره و فقط نور بتابه. در پناه عشق باشین. نماسته.